درود با کل مخلصان برنامه‌های تلویزیون ورزش. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فردوس خورسندم. رفتیم. خبر مهم برای مخلصان بوکس. الکساندر پاوتکین بوکسچی مشهور روس مبتلای ویروس کرونا گردید و رقابت جوابی خود روانش با بوکسچی مشهور بریتانیایی دیلیان وایت با تأخیر گذاشته شد. این در حال است که پاوتکین حال حاضر در یک از بیمارخانه‌های شهر مسکو بستری است و حالت او را طبیبان اندک وزنین‌تر شرح می‌دهند. رقابت جوابی پاوتکین و وایت میبایست روز 21 نوامبر برگزار میشد و با سبب با این درد گرفتار شدن پاوتکین آن را بر روز 30 ینور سال 2021 گذرانیدند. یادآور می‌شود که رقابت اولین آنها روز 22 آگوست سال جاری برگزار گردیده بود که پاوتکین در این نبرد پیروزی به دست آورده بود و با این ترتیب جایزه چمپیون موقتی با فرضیه WBC را صاحب گردیده بود. نبردی که تمام مخلصان بوکس انتظارش بودند باز از روی کرونا ویروس برگزار نشد. گفت بیبی من خاک بر سر کرونا خانه سوخته. برگشت نوبتی کونور مکگرگر با UFC دیدن که شاه رفت همه‌شان آهسته آهسته برمیگردند. خلاص کونور امروز در صفحه اینستاگرام خود از برگشتش با UFC درک داد و گفت که اکنون به همگان نشان می‌دهد که چه خیلی باید میلیاردها دلار کار کرد. با گفته کونور او میتواند تا 35 سالگی میلیارد دلار کار نماید. حالا مکگرگر 32 سال دارد و این مبلغ نقشه گرفته اش را در مدت 3 سال باید کار کند. با احتمال زیاد من سال 2021 با وزن سبک میروم. آنجا رقابت‌های بهترین شود و شخصا من در آنجا کارهای ناتمام دارم که باید تمامشان کنم. من به جهانیان نشان خواهم داد که من کی هستم و با چه کارهای قادر می باشم. ناگفته نماند که وزن نیم نهایی نیز در نقشه هست. گفته است کونور مکگرگر با نشود که پای هم شکست خورد و همین آبروی داشته‌اش را از دست دهد. ما حالا در عرفه بهترین رقابت در بوکس هستیم. لگنده های بوکس بین خود دست به گریبان خواهند شد. اینا مایک تایسون و روی جونز می باشند. این رقابت را از ازل مخلصان بوکس خواستار بودند. خلاص مویسفیدان کردان این نوع ورزش را بر رینگ می برآورند. این رقابت روز 28 نوامبر برگزار خواهد شد. اما اینجا چند مشکلی های خرد است که به هر دو ورزشگر پسند نیست. تشکیل کنندگان قاعده های این رقابت نمایشی را اندک عوض کردند. راوند های برخورد تایسون و جونز مثل بوکس کسبی 3 دقیقه نیو 2 دقیقه ادامه می‌یابد. این را شاید به خاطر احترام سن سال آنها نمودند، ولی این را نه تایسون و نه جونز قبول ندارد. مخصوصا روی جونز در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که من تماما خرسند نیستم. 2 دقیقه برای زنها است. برای چی ما باید 2 دقیقگی مشتزنی کنیم؟ ما بهترین بوکسچی‌های تاریخ هستیم و این 2 دقیقه نه به من نه به تایسون کافی نیست. نوشته است روی جونز 51 ساله. تایسون نیز با گفته‌های رقیبش راضی است و این 2 دقیقه را دقیقه‌های زنکی می‌حسابد و میگوید که من شرم میکنم از این 2 دقیقه. خلاص گپ سر همان 2 دقیقه می‌رود. دیگر یگان مشکلی نیست. با فکر شما ستاره نوی فوتبال ارلینگ هالند آینده خود را کجا می‌گذراند؟ از میشمیش اروپایی معلوم است که فوتبالباز ترمیناتور مانند در بروسیا ماندنی نیست. از این رو در این مورد هر کس نظر خود را دارد. باور کنید همین روز اگر هالند خود را به بازار برآورد جنگ جهانی سر می‌زند. البته این به معنای فوتبالیش. کریستوف فروین دایرکتور ورزشی زالتسبورگ دسته سابق هالند بر آن نظر است که هالند آینده خود را در لیورپول می‌گذراند. هالند در تمام تاپ دسته‌های دنیا بازی کرده می‌تواند. با همان تفکر، آزادی و باوری به خود او در 10 ساله اخیر می‌تواند از خود میراث بزرگی را باقی گذارد. ولی من اندیشه آن را دارم که هالند به لیورپول می‌رود و آنجا ادامه می‌دهد. گفته است کریستوف فروین. لوتار ماتئوس نیمه‌وقتگر دستان دسته بروسیا نیز بر آن نظر است که هالند می‌تواند در دسته‌های بزرگ اروپایی موفق باشد. گپ سر باواریا نمی‌رود چون آنجا تا 2 یا 3 سال دیگر روبرت لواندوفسکی لیدر باقی می‌ماند که هالند در بروسیا اینقدر سال نخواهد ماند. من یک چیز را نمی‌فهمم. بروسیا یکی از بهترین دسته‌های دنیاست ولی چرا اکثریت آن را مثل قبول می‌کنند که گویا حاصلات فرخور باشد؟ مرکز تحقیقات بین المللی ورزشی
футбол обсерватори дар натиҷаи таҳлилу тадқиқот рейтинги гаронарзиштарин футболбозони то 21 соларо тартиб дод ки дар сегонаи аввал исми Эрлинг Холанд ва Винисиус Жуниор дард нашудааст. садри рӯйхати маркази мазкурро дифогари дастаи Бавария Алфонсо Дэвис бо 180 миллион евро ишғол кардааст. ҷейдон Санчо бо нархи 125 миллион евро баъди Дэвис меистад. ҳамин тавр мақоми сеюм бо нархи 122 миллион евро насиби Ансу Фати аст. аз бозингарони Реал танҳо Родриго бо як азоб мақоми даҳуми рӯйхати мазкурро бо нархи 69 миллион евро ишғол кардааст. баҳои 2 Барселона аз ҷониби сармураббии дастаи Динамо Киев Мирча Луческу ба Барселона гӯяд ки рӯзномаи худро пеши муаллими дастаи Динамо Киев барад. хулас дастаи Динамо Киев ва Барселона имшаб бояд дар доираи даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо бо ҳам вохӯрӣ анҷом диҳанд. аз ин сабаб Мирча Луческу аз заифиҳои дастаи ҳариф гуфт: ман фикр намекунам ки Барселона ҳоло дар ҳамон сатҳе бошад ки Лигаи Чемпионҳоро соҳиб шавад. новобаста аз вазъи феълии каталониҳо онҳо бозингаре доранд ки хеле муҳим аст. барои сармураббии навашон 6 моҳи дигар лозим аст ки дастаи нав бисозад. аз ин рӯ мо муқобили онҳо дар сатҳи олӣ бозӣ хоҳем кард, гуфтааст сармураббии дастаи Динамо Киев. хайр, баъди чанд лаҳза хоҳем дид. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.